سفر سفروف از سیاستمداران معتبر و شناخته و دیپلمات سابق با نفوذ تاجیکستان درگذشت. او که 69 سال داشت روز 20 اکتبر در حلقه نزدیکانش وفات کرده است. سفر سفروف معاون سابق اول امام علی رحمان رئیس حزب خلقی دموکراتی و معاون سابق رئیس مجلس نمایندگان هم بود و با گفته خویشاوندانش سالهای طولانی از بیماری قند رنج می‌کشید. بیماریش اساساً گرده‌اش بود و کسلی قند داشت. ها برای ما را فهماندن دکترها گفتن که کسلی قند است و گرده‌اش همخیل شدگی. جنازه رئیس سابق دستگاه ریاست جمهوری و سفیر سابق در روسیه را در مسجد مرکزی شهر دوشنبه خواندند و از او به نیکی یاد کردند. بعد ادای نماز جنازه سفر سفروف را برای دفن به آرامگاه سریاسیای پایتخت بردند. در مراسم دفن مقامات بلندپایه از جمله دستیاران رئیس جمهور و دیپلمات‌های خارجی حضور داشتند. سفر سفروف از استادان رئیس جمهور تاجیکستان و از افراد معتبر دایره حاکم به حساب می رفت. از او 4 دختر و 3 نبیره مانده است.